السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كاكسي دست وامي قولي صلاح برداران عزيز وصاني عزيز، الله سبحانه وتعالى هر یک کدیم ما و شما را نیابان باشه. بسیاری مردم زنگ میزنن به واسطه تلفن باشه یا اینکه به واسطه اینستاگرام باشه یا اینکه تلگرام یا اینکه واتساپ. المهم که مراجعه چون درخواستشون چنین است که یعنی بیمار هستیم و تمام مولاها مراجعت کردیم اما شفا نیافتیم. البته که شفا از جانب الله هست، اما از اکثریت اونها پرسان میکنیم که آیا نماز میخوانیم؟ میگه بله نماز میخوانیم، قرآن میخوانیم، اذکار صبح و شام میکنیم و شب تهجد میخوانیم، نماز سر افتاب میخوانیم، بازم سبحان الله شفا نمیویم. یعنی در این گپا اینها وقتی که انسانی کار کنه والله که شیطان نزدیک شده نمیتونه، جن اوس بس شیطان نزدیک شده نمیتونه. یعنی در گپ اینها فکر میکنیم سبحان الله چقدر یعنی بنده صالح های یا اینکه صالحه های که با عبادت الله تلاوت قرآن میکنه، شب تهجد بخونه، نماز سر افتاب بخونه، اذکار صبح و شام بکنه، گفتی گپا پنج وقت نمازها را بخونه. یعنی چی سببه که در بدن جن را آمده است و جن از بدن خارج نمیشه؟ چندین ملها خواندنش اما شفا از جانب الله نیست. پس آن که نزد ما کارخانه ما میوه خواندنی سبحان الله میبینیش یعنی تا یوبکه های یک لسینه در بدن شای ناخونی منیکور تو اینی خیلی دراز کرده گم بعضی زناکو کلان سال هم هستن، پیر سال هم به حساب این قدر منیکور کردگی هستن و مجزگن قشور پال تراشدگن چیندگی اوس بسه تراشدگن یک قلم هم تا سیاه قطعه تا خط کشدگن، بعضیش قلم بور بعضیش قلم نفرمان قطعی که اگه سبحان الله میگوش که سبحان الله تو نماز میخونی، میگه ها 5 وقت نماز میخونی، بعضیش اقر 7 وقت نماز میخونی، میگه تهجد میخونی، نماز سر افتاب. بازم میگو که میبخشه که مثلا که چی بده این شکل شمالی تربیه مثلا لباسات تغییر نمیدی، میگه در شهر رسیم با هم خاطر خیلی میشه. خیلی میگم در خانه تون خیلی قلم بیرون انسان که بار اومد مثلا که تو نزد ما داخانی اومدگی به این لباس های خدا میدونه که در بیرون در تنهایی چگونه لباس پوشی. المهم که اولش الله سبحانه و تعالی هر کدیم ما شما را توفیق بده. الله میفرماید در قرآن عزیز مشان که نسوا الله فنسیهم، هر انسانی که الله سبحانه و تعالی را فراموش کرد الله نیز او را فراموش میکنه. یعنی انسانی که نماز نخواند، انسانی که دستار الله کرد، انسانی که لوا را باتکس کرد، انسانی که مجد چسبان، انسانی که قاشا را تراشید یا اینکه قاشا را چیند، یعنی الله را فراموش کرد. نسوا الله فنسیهم، هر انسانی که الله سبحانه و تعالی را فراموش کرد الله سبحانه و تعالی نیز او را فراموش میکنه. از همون خاطر هر انسانی که به یاد عبادت الله باشه، یعنی ببینید که شیطان چگونه ذکر میکنه، قال فبعزتك لاغوینهم اجمعین، قسم یاد میکنه شیطان در قرآن عظیم شان که یا الله قسم به عظمتت که همه بنده ها ما به همراه خودم جهنم میبرم مگر که بنده هایت که صالح هستند، مگر بنده هایت که مخلص هستند، بنده هایت که ترا پرستش میکنن با عبادت تو هستند. الا عبادك منهم المخلصین، بنده هایت که صدقا مخلص تو هستند اونها را میگم من یگان کار کرده نمیتوانم. خوشا به حال انسانی که یعنی از بنده های مخلص الله سبحانه و تعالی هستند. الله سبحانه و تعالی هر یک کدیم ما و شما را از اون گونه شخصیت های مخلص الله سبحانه و تعالی بگردانه تا اینکه شیطان برای گمراهی نبرمونه. و ما چی گفتنی هستم که اولش که انسان بخواه شفا بیاوه، یعنی چیکار میکنه؟ حرکت میکنه، همه اعمال های بچه ترک میکنه و از الله سبحانه و تعالی طلب شفا میکنه تا اینکه الله شفای کامل عاجل براش عطا بفرماید. اگر انسان که این کارا رو نکنه شفا از جانب الله انتظار نباشه، برای که الله میگه تو فراموش کردی الله فراموشت میکنه. الله که فراموشت کرد گیردی اطراف تو پر از جن و شیاطین میشه. با اون خاطر هر یک کدیم ما و شما ایرز فرصت داریم. سلامتی از همه چیز بهترین است که هر کس او را نمیته برای تو. یعنی نه الله که سلامتی را بگیره نه طبیب گفتی گپا. ببینید که یگان کس بیماری اوتیسم لیچینی کردن نمیتونه، بیماری فرج توبت کردن نمیتونه، بیماری های هستن که هم کس توبت کردش نمیتونه جز الله سبحانه و تعالی. کسانی که فرزند بیمار دارین یعنی شما مادر هستین، پدر هستین، دست به دعا کنید، از الله سبحانه و تعالی طلب شفا کنید، الله شفاشون میده. دعای پدر و مادر برای فرزند مثل دعای انبیا
برای امتانش است. دعای پدر مادر شکی نیست در اون که اجابت می شود. الله سبحانه و تعالی قبولش میکنه. یعنی دست به دعا کنن اون مادران، بخیزن گریه کنن، از الله طلب دعا کنن که الله فرزند ما را شفای کامل عاجل عطا بفرما، که میخوای فرزند ما مثل دیگر فرزندها قاری قرآن شوند، عالم با عمل شوند، خدمتگار دین مبین اسلام شوند. این گونه دعاها را انشاءالله که انسان با اشک دیده قتی دعا کنه، الله دعاش اجابت میکنه. الله در قرآن میفرماید که فلنضحكوا قلیلا وليبكوا كثيرا، یعنی شما الله میگه کم بخندین و بسیار بگیرین. اگر هر یک کدیم ما و شما در نمازهامان دعا کردیم و گریه کردیم، الله سبحانه و تعالی دعای ما و شما را اجابت که کرد، انشاءالله که فرزندهامان صالح و سالم میشوند. و اون خاطر هر چیزی که میخواهیم، هر چیزی که طلب میکنین، از الله سبحانه و تعالی طلب کنین تا اینکه الله دعای هر یک کدیم ما و شما را اجابت بکنه. دعا را در حق بیماران، در حق یتیمان، در حق بیوه‌زنان، در حق غریبان، خصوصا مردمی که عین حال در مهاجرت هستند، در شهر مسکو یا که در دیگر شهرها هستند که نیاز به دعای ما و شما دارند، در حقشان دعا کنین. مسافرتی غریبی خودش یک مشکلیه که از پدر دور، از فرزند دور، از مادر دور، از زن دور، از خویش اقربا دور، از وطن دور، از همه اینها دور هستیم. به خاطر چی؟ به خاطر یک لقمه نان حلال بیاییم تا اینکه زن فرزند ما و شما محتاج یگان کس نشود، پدر مادر ما و شما محتاج هیچ کس نشود. یعنی به خاطر رزق روزی آمدیم، حرکت کنیم که به همون راهی که آمدیم، یعنی راه انتخاب کردیم که رزق روزی حلال پیدا کنیم و پدر مادر خود را بخورانیم، بپوشانیم و زن فرزند خود را تعلیم خوب بدهیم و خویش اقربای خود را چقدر که بتونیم یاردم کنیم. یعنی بسیاری ها میان دست به کارهای میزنن که مثل دارو فروشی، نعوذ بالله، کارهایی که غیر قانونی، بگیم قانونی روسیه هم قانونی شریعت اسلام، کارهایی هستن که بگیم ضد شریعت هستن. با چیکار میکنن؟ جوان بعضیش 18 ساله 19 ساله یاشن، سبحان الله، کارهایی میکنن که بعد از آن که دستگیرشان کردن قبیدنشان گفتی که پای 15 سال 20 سال بلاشون میدن. و اون خاطر هر یک قدمی که ما و شما هستیم فکر پدر مادر را بکنیم که پدر مادر در اونجا انتظار هستند. زن، فرزند، پدر، مادر، اکا، دادر، اپا، خواهر، همه اینها چیکار میکنن؟ انتظار هر یک قدم ما و شما هستند. حرکت کنیم که بر راه بد نریم و معامله خود را خوب کنیم در هر کجایی که هستیم. یعنی انسان که نماز فراموش نکنه، انسان که تلاوت قرآن فراموش نکنه، ان شاء الله که الله سبحانه و تعالی از راههای بد او را محافظه میکنه. باقی مونده در امان الله باشین، با دعا باشین. یگان گپی پست بلند زده باشم نسبت اپا و خواهر یا اکا و دادر یا پدر مادر، بخشش زیاد از همتون معذرت میخوام. فی امان الله. سلام علیکم.